سال 2022 برای تاجیکستان ما در مجموع سال باقرار بود. با شرافت زحمت صادقانه مردم کشور، روند سازندگی و آبادکاری با مرام ادامه یافته، نقشه و برنامه‌های پیشبینی گردیده جهت تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت هدفمندانه عملی کرده شده. چنانکه به همه معلوم است، سالهای آخر وضع سیاسی و اقتصادی جهان خیلی مرکب گردیده. حالا انسانیت در دوره نهایت حساس و دشوارترین تاریخ قریب 100 سال آخر خود قرار دارد. از جمله در 5 سال آخر تأثیر منفی برخوردهای گیاه‌سیاسی، نزاع‌های تجارتی، همچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته، یراق‌ناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی بین دولت‌ها و به وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید.